بانوان افغانستان روشنی امید در دل تاریکی هاست. این را با قدم‌های استوار محترم استاد خدیجه کریمی آغاز شد. زنی از جنس اراده و نور، او چراغی برافروخت تا دختران این سرزمین باور کنند که می توانند برخاستند، درخشند و ساختند. امروز هر بانوی افغان که قدمی به سوی رشد برمی دارد، ادامه دهنده آن طلوع بانوان افغانستان است.